میدونی چطور یه مهندس با 20 سال سابقه ورشکست شد؟ به خاطر نگرفتن یه بند مهم ولی به ظاهر ساده تو بیمه مسئولیت. بعد از همه بندهایی که تو بیمه مسئولیت هست، 3 تا بند هست که خیلی اهمیت داره که اطلاع هم راجبش کمه. یکی ماده 66 تامین اجتماعیه که اگر کارگر شما براش هر اتفاقی بیفته، خسارت و معالجه و غرامت همه اینا باید پرداخت بشه که اینو تامین اجتماعی حتما ازتون مطالبه میکنه. بعدی تعدد دیاته. اگر برای کارگر شما اتفاقی بیفته که هزینه‌اش بیشتر از یه دیه باشه، با گرفتن این بند اونجا از اینا پوشش داده میشه. و سومی افزایش ریالی دیه است. ممکن از زمانی که اتفاق میفته تا زمانی که پرونده خسارت میرسه به محل پرداخت سال عوض شده باشه و که خب قطعا مبلغ دیه هم میره بالا. اینجا اگه این بندو نگرفته باشی مابقیشو باید خودت بدی. برای گرفتن یه مشاور دقیق و تهیه بیمه‌نامه کامل با من تماس بگیر.